السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدواریم خدای قادر لایزال، کریم با کمال، حضرت ذوالجلال در این لحظات بسیار پاک و مبارک همه ما را عشق و عاطفه و محبت خودش و محبت رسول پاکش را عنایت بفرماید و الله ذوالجلال ما را توفیق شنویدن، گفتن و عمل کردن عنایت بفرماید. دقایقی که در خدمت سروران هستم پیرامون معضل بزرگ اقتصادی و اجتماعی و کرم ریشه‌خوار اقتصاد، یعنی سود و ربا، در پرتو قرآن و سنت و جایگاه رباخواران در اسلام عزیز و در قاموس و فرهنگ قرآن عظیم الشأن کلمات شکسته عرض خواهیم کرد. امیدواریم خدای پاک این معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی و این پدیده شوم را از میان جامعه ما از ریشه بکند انشاءالله. بدون تردید حرمت ربا یکی از مشترکات ادیان الهی، مسیحیت، یهودیت و اسلام می باشد. یعنی حرمت ربا و سود مورد توافق همه ادیان الهی بوده و هست، اما با گذشت زمان پیروان مسیحیت و علمایشان برای سرپوش گذاشتن بر مسئله ربا آیات کلام الهی را توجیه و تعویل و تفسیرهای ناعاقلانه و نابخردانه کردند و گفتند ربایی حرام هست که سود او و بهره او مضاعف و چند برابر باشد، اما ربایی که درصد بسیار پایین و کمی داشته باشد از دیدگاه مسیحیت، یهودیت اشکالی و ایرادی ندارد. و این نکته متاسفانه امروز تعدادی از علمای سوی اسلام و مسلمانان هم با توجیه و تعبیر نادرست مسئله ربا رو مسئله بسیار پیش پا افتاده و احیانا مورد جواز قرار دادن و قطعا اینها بالاخره شامل شعر اقبال لاهوری رحمت الله علیه قرار گرفتن که زمن بر صوفی و ملا سلامی که پیغام خداوندیست ما را، ولی تعویلشان در حیرت انداخت خدا و جبرئیل و مصطفی را. قطعا از اون جایی که حرمت ربا بر هیچ کس مخفی و پوشیده نیست و به طوری که قرآن عظیم الشأن در 8 آیه متوالی به صراحت و با واقعیت و وضاحت کامل مسئله حرمت ربا رو بیان فرمودند و احادیث بسیاری از آن حضرت روایت شده است، پس مجالی و جایگاهی برای توجیه و تعبیر در مسئله ربا باقی نمانده است و متاسفانه با رشد نظام سرمایه‌داری و نفوذ آن در کشورهای اسلامی مسئله ربا چنان با تجارت و مبادلات بازرگانی پیوند تفکیک ناپذیری خورده است که به نظر بنده و به نظر همه بالاخره مسلمانان جدا شدن از ربا و سود و ترک آن به منزله ترک مبادلات بازرگانی و تجارت است. متاسفانه امروز معضل رباخواری از توسعه و قدرت عظیمی برخوردار شده است، به طوری که سیستم بانکداری در سرتاسر جهان به ویژه در کشورهای اسلامی بر اساس این معضل اجتماعی پایه‌گذاری و بنیانگذاری شده است و به ویژه در چند سال اخیر که ما در شرایطی قرار گرفتیم که این معضل اجتماعی با انواع و شیوه های گوناگون شیوع پیدا کرده و هر روز اسم خاصی و با ترفند خاصی و با شیوه خاصی در میان مسلمانان رواج پیدا می کند و مسلمانان خبر ندارند که عامل اصلی تورم، گرانی، بیکاری، فساد، بیبندوباری و سایر معضلات اجتماعی فقط توسعه و رواج این معضل بزرگ اقتصادی و اجتماعی است. حرمت ربا و سود بر همه واضح و مبرهن است. فکر نمی کنم کسی در جامعه اسلام و مسلمانان به دنیا بیاد و خبر نداشته باشد که اسلام عزیز و قرآن عظیم الشأن ربا رو حرام قرار داده است. اما پدیده نوینی که در 2 دهه اخیر
رواج پیدا کرده، به ویژه از زمانی که اروپا و آمریکا قدرت‌های بزرگ اقتصادی و بازرگانی و تجارت و صنعت در دنیا معرفی شدن. بازرگانان و تجار و عرض شود خدمت شما کسانی که در عرصه اقتصاد ید طولایی دارند آمدن نظام اقتصاد رو به دست گرفتن، مسئله ربا رو چنان گسترش دادن، چنان توسعه دادن، در همه جا این بیماری بزرگ را سرایت دادن و اون را مسئله ربا رو در متن مسئله مبادلات بازرگانی قرار دادن و معرفی کردن که ربا به منزله ستون فقرات نظام اقتصادی است و بسیاری از مسلمانان ساده‌لو و ناآگاه ما هم این مسئله را باور کردند و مطمئن شدند که اصلا تجارت، صنعت، تکنولوژی ما، مبادلات بازرگانی ما بدون سیستم ربوی هرگز امکان پذیر نیست، در حالی که بسیاری از دانشمندان، آگاهان، خبرگان، نخبگان جهان غرب، اونهایی که عینک تعصب و تقلید کورکورانه را از چشمشان دور کردند و مسائل را با دید واقع بینانه مورد بررسی قرار میدن، اینها قائلن به صراحت که نه تنها ربا نمیتونه ستون فقرات نظام اقتصادی و عرض سیستم بازرگانی قرار بگیرد، بلکه همچون زالویی بر بدن نظام اقتصادی افتاده و خون اقتصاد جامعه را داره میمکد و همانند کرم ریشه‌خواری بر تنه درخت اقتصاد جامعه افتاده است که روز به روز بر این روند ادامه پیدا بکنه، قطعا ریشه درخت اقتصاد از بیخ و بن برکنده خواهد شد. بله سروران عزیز، این یک واقعیت است که امروز خصوصا در جهان معاصر از شرق گرفته تا غرب، از شمال گرفته تا جنوب، در همه جا دام ربا چنان گسترده و وسیع شده است که اگر نه تنها یک فرد بلکه اگر یک جامعه بخواد خودش رو حفاظت بکنه، قطعا باید تو خانه خودش بنشینه و دست به هیچ کسب و کاری نزند. و حقا قربان تو بشم رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمود لیأتین علی الناس زمان لا یبقى احد منهم الا آکل الربا فمن لم یأکل منه اصابه غباره، او کما قال علیه الصلاة و السلام که بر امت من زمانی خواهد آمد، بر امت من زمانی خواهد آمد که همه امت، همه افراد، علما، شایستگان، نخبگان، خبرگان، حجاج، زاهدان، صوفیان، کسبه و بازاریان، همه و همه رباخوار و سودخوار خواهند شد. و اگر کسی بخواد دامن خودش را از این لکه ننگین حفاظت بکند، هرگز نخواهند توانست، بلکه غبار و بخار ربا به خانه و زندگی او سرایت خواهد کرد. و امروز همون زمان است سروران عزیز. ما امروز مصداق حدیث بزرگوار رسول خدا قرار گرفتیم که اگر کسی بخواد ربا رو نخوره مطمئنا مجبوره که غبار ربا بهش برسه و این یکی از علامات قیامت هست. و همین دلیل امروز بسیاری از بازرگانان و تجار ما از بس که غرق شدن تا حنجره و تا دهان کلا اصلا یادآوری مسائل شرعی و پرسش از حلال و حرام را یک نوع عمل بیهوده و گزافی میدانند و حتی تعدادی از تجددگرایان مسلمانان مطرح کردن مسئله ربا رو نوعی تحجر، جمود فکری و عرض شود خدمت شما رکود عقلی میدانند. این انسان رو عقب مانده میدانند، انسان رو انسان بی علم و بی خردی میدانند. الله اکبر. در حالی که عرض کردم مسئله ربا مسئله ای نیست که من بیام احادیث ضعیف بخوانم، خود قرآن رو برید بررسی بکنید سروران عزیز. بیایم امروز با دید واقعی بینانه این مسئله رو من در پرتو آیات قرآن عظیم الشأن و احادیث پاک نبوی مسئله رو باز میکنم و گرچه که فکر میکنم اینقدر این بدبختی بر مردم مستولی شده که همونطور که عرض کردم دیگه نجات یافتن از این معضل بسیار مشکل است، اما اگر کسی آخرت خودش را بخواد و به فکر آخرت باشد و به معاد و قیامت ایمان داشته باشد و مطمئن باشد که روز قیامت در محضر الله ذوالجلال باید جواب پس بده، مطمئن هستم که چنین افرادی بلا فاصله اگر تا امروز خدایی نکرده به این معضل اجتماعی گرفتار بودن، امروز عزمشان را جذب خواهند کرد که دو مرتبه نزدیک ربا هم نشن. ان شاء الله شما از این افراد خواهید بود. کسانی که حاضرن صلوات غرای ناد بفرمایید.
ابتدا قبل از این که من آیات کلام وحی رو خدمت شما ترجمه و تفسیر بکنم، مسئله خود ربا، اصلا ربا یعنی چه؟ بسیاری مسئله ربا رو نمیفهمن، گرچه که خیلی کمن افرادی که متوجه نشن. بله، ربا در لغت به معنای زیادتی، یعنی زیاد گرفتن. در اصطلاح شریعت چیزی که زیادتی بدون عوض، زیادتی بدون عوض. و عرض کردم ربا از الان نیست، از 1 و 2 دهه قبل نیست، از 1000 سال قبل نیست، حتی قبل از ظهور اسلام و قبل از تلألؤ و درخشش خورشید اسلام عزیز و به قدم به عرصه ظهور گذاشتن آن حضرت ربا وجود داشته، اما با کیف و کانهای گوناگون و مختلفی. مثلا در دوران جاهلیت می آمدن پول را به آقا میدادن، بعد میگفتن آقا اگر به عنوان قرض میگفتن آقا سر 1 ماه پولمو آوردی نیاوردی مثلا 10,000 تومان اضافه، چیزی که امروز در میان ما هم رایج است. این ربای دوران جاهلیت بود. اما رسول اکرم از اونجایی که مسئولیت خطیر اسلام بر دوشش بود آمد خودش را خالیبار کرد و فرمود الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح فضلا بفضل سواء یدم بید سواء بسواء. تا اینجا ربا نیست، یعنی طلا در مقابل طلا اگر بده، نقره در مقابل نقره، نمک در مقابل نمک، خرما در مقابل خرما، عرض شود خدمت سروران عزیز گندم در مقابل گندم، جو در مقابل جو، تا زمانی که دست به دست با هم دیگر معاوضه بکنن و برابر باشن اشکال نباشه، اشکالی ندارد. ولی هر کدوم که اضافه گرفت والفضل ربا، اضافه گرفتنش رباست. الاخذ و المعطی فیه سوا، کسی که ربا میده و کسی که میگیره تفاوتی نداره، هر دو در این لجنزار غرقن. حالا پیغمبر آمد اینجا فقط 6 مسئله رو، طلا و طلا، نقره، عرض خدمت شما گندم، جو، خرما و نمک رو یاد بیان کردن. اما این فقط به این 6 تا مختصر نمیشه، بلکه همه اجناس ما، اونهایی کیلی و وزنی هن، اگر قرار بشه با اینها در جنس به جنس معاوضه بشه باید بدون نسیه، یعنی 1 کیلو گندم در مقابل 1 کیلو گندم میخواد عوض بکنی، اگرچه گندم شما خوب است گندم اون آقا بده، حق نداری 2 کیلو 1 کیلو گندم بدی 2 کیلو گندم بگیری، و حق نداری 1 کیلو گندم الان بدی بگو آقا شما 1 کیلو گندم منو مثلا 10 روز بعد بده. نخیر، گندم با گندم میخواد معاوضه بکنی باید نقد باید با همدیگر بالاخره مساوی هم باشه. و طلا و نقره امروز مسئله پوله، اون زمان طلا و نقره ارشد خدمت پول رایج در اون زمان بود. و امروز متاسفانه از کجا بگیم که بانک هایی که در کشورهای اسلامی بالاخره بنیان گذاری شده، عرض کردم سیستم اونها بر ربا بنیان گذاری شده است. آقا میاد تمام بانک هایی که بالاخره دم از اسلام میزنه، حتی در کشور اسلامی ما متاسفانه این معضل خطرناک اونقدر رواج پیدا کرده که بانکی که به عنوان امانتدار جامعه اسلامی باید قرار بگیره، امروز بانک های اسلامی اگر با دید عمیق و ژرفانه نگاه بشه، بانک ها تبدیل به بانک خون شده است که خون بسیاری از مردم اونجا جمع‌آوری می شود و در رگ چند نفر انسان سرمایه‌دار تزریق میشه. در واقع این یک واقعیت است سروران عزیز. چرا؟ چون که بزرگترین بهره را از این مسائل افرادی که چاق و فربه هستند از حیث ربا و سودخواری اینها میبرند. اینها میان چندین میلیون سرمایه گذاری میکنن، وگرنه اون پیرمرد بیچاره‌ای که 100,000 تومان از پول کشاورزیش بوده چندین سال تو بانک گذاشته، خب پیرمرد چرا پول تو بانک گذاشتی به عنوان امانت؟ نه فلانی منتظرم تا بلکه قرعه کشی بشه به من یک اتویی بیفتد. ای بیچاره بدبخت، خبر نداره که این اتوی تو حرام هست. تمام جوایزی که امروز بانک های اسلامی با تبلیغات گسترده و وسیع از رسانه های گروهی و به ویژه تلویزیون دارن مطرح میکنن، عزیزان سروران به والله قسم حرام است، حرام است، حرام است طبق تعبیر قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. و جالب اینجاست که بسیاری از حجاج ما و بسیاری از فضلای ما از همین پول جایزه بانک برنده شدن. یکی از دوستان میگم پژوی 206 رو برنده شده، بعد از اون که زنگ زدن به علما گفت آقا این حرامه. چرا؟ چون که پولی تو که اونجا گذاشتی باید پول تو بهش بده، به تو بر بگردونه. وقتی که چیز اضافی به نام ماشین یا اتو یا چیز دیگه داد، این اضافی است و این رباست. بعد چیزی میذاره میگه خب مولوی صاحب مشکلی نداره، من این پول رو میریزم به مکه، میرم به مکه بلکه حلال بشه.
به درون کعبه رفتم به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. برو بدبخت، تو در برون چی کردی با پول ربا که درون خانه مسجد الحرام میای که بیت الله العظیم را هم نجس بکنی و حرام بکنی. سروران عزیز، مقداری به خود بیاییم. امروز این وبا، بدبختی بالاخره ربا همه دنیا را گرفته است. بیایم های علما، های حجاج، های بزرگواران، های نمازگزاران، مسئله ربا باید باز بشه. فرقی نمی کند. آقا پول میده میگه خیلی خوب من پول را به بانک میریزم برای اینکه تراکتوری به اسمم در بیاد. 7 ماه 8 ماه بعد تراکتور بهش میاد. بعد اینجا چی میگن بهش؟ میگه آقا شما تا این مدت اگر قسط تو پرداخت کردی این تراکتور به این قیمت است، مثلا 7 میلیون تومان. اگر 1 ماه تأخیر شد این برمیگردد به 10 میلیون تومان. از نظر شریعت اسلامی این حرامه، مگر زمانی که آقا پول بده. مسئله ای که بسیار امروز تو جامعه امروز متداول هست، خوب دوستان حواسشون جمع بکنن، مسئله نقد و نسیه هست. بسیار سوال میکنن آقا من یه ماشین دارم با آقایون میفروشم به نقد مثلا اینقدر، به نسیه اینقدر، مثلا میگم نقد 4 میلیون تومان، نسیه 10 میلیون تومان، چیزی که امروز تو بازارها هست. آیا این درسته یا خیر؟ بله، در یک صورت این درسته که اونجایی که آقایون با همدیگر خرید و فروش میکنن مشخص بکنن که آقا نقد میگیری یا نسیه. یکی از اینا رو انتخاب بکنه، مثلا بگه آقا نقد میگیرم، میگه خب نقد میگیری 4 میلیون تومان، میگه خب نه نسیه میخوام، نسیه میخوای تا مدت فلان مثلا 10 میلیون تومان. در نسیه باید هم زمان مشخص بشه هم مقدار. اگر مبهم مان گفت آقا اگر نقد میخوای اینقدر، اگر نسیه میخواد اینقدر و اگر سر موعدت نیاوردی اینقدر روش کشیده میشه، یا نظر شرعی حرام است، حرام است، حرام است و گرفتارش هم ناجایز. صلوات قرآن بفرمایید. و به خاطر همین بود که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند ترکنا 9 اعشار الحلال مخافت الربا، ما 90% مبادلات تجاری رو که حلال بودن ترک کردیم به ترس این که مبادا در وادی حرام ربا گرفتار بشیم. و بشنوید آیات قرآن عظیم الشأن رو که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. کسانی که ربا میخورن، کسانی که سودخواری میخورن روز قیامت لا یقومون، بلند نمیشوند الا کما یقوم الذی، مگر مانند کسی که یتخبطه الشیطان من المس، اون را شیطان چنان زده است که گویا دیوانه و مدهوش و سرگردانه. یعنی رباخوار به تعبیر قرآن عظیم الشأن روز قیامت دیوانه و مجنون محشور میشود، مانند دیوانه ای در صحرای محشر، این ور بزن اون ور بزن. همه مردم میگن فلان حاجی آقا صاحب تو که تو دنیا فلان بودی، ارزش داشتی، جا داشتی، مقام داشتی. میگه بله همه چیز داشتم ولیکن امروز بدبخت بیچاره شدم. الله اکبر. میاد نزد انبیا علیهم السلام، همه میشناسه این رباخوار امت رسول الله است. های برادر مسلمان، چرا الله عزوجل میگه اینا دیوانه و مست و حیران در میدان محشر حشر میشن؟ به خاطر اینکه اینا در این دنیا مست بودن، در این دنیا سرگردان بودن، در این دنیا حیران بودن. و رباخواران اینطوری هست. چرا؟ چون که وقتی که به توده مردم داره ظلم میشه به خاطر اینکه چند نفر به مال و مملکت عجیبی برسن، قطعا باید اینها روز قیامت دیوانه محشور بشن. و اینطور نیست. وقتی که چند امتیاز ماشین یا تریلی میاد، این افرادی که بیچاره بی سرمایه‌اند 100,000 تومان دارن، اینها کجا میتونن برن تریلی ها رو با قیمت های گزاف 2 برابر بگیرن؟ اینها رباخواران و سودخواران هستن که این کارا رو میکنن. آیه بعدی رو بشنوید چه میفرماید؟ یمحق الله الربا و یربی الصدقات. خداوند محق و نابود و بی برکت میکند ربا رو. ربا بی برکت هست و یربی الصدقات، صدقات هست که برکت خداوند عزوجل در اونها عنایت میفرماید. بسیارش از سوال بکن ای مگه میشه اینها برکت نداشته باشه؟ بله، من به شما میگم به خدا قسم برکت نیست، راحتی نیست، آرامش نیست. هرچی این سودخواران میدوند به هیچ جایی اصلا نمیرسن. سالیان سال میدوند تا اینکه پولی به دست بیارن، آخر میبینید سر به گدایی زد. اینو من نمیگم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الربا و ان کثر و ان عاقبته تسیر الی قل. ربا اگرچه چند روزی بزرگ بشه، زیاد بشه، ولی عاقبتش به گدایی و بدبختی است. و به خدا قسم شما هم قطعا شاید دیده باشید و من که قطعا دیدم که بسیاری از این رباخواران و سودخواران خودشون آمدن عرض کردن که فلانی ما یک زمانی دبدبه و کبکبه‌ای داشتیم،
یک زمانی برو بیایی داشتیم در دنیا، مطرح بودیم، چند تا تریلی داشتیم، فلان داشتیم، مال و مملکت و کارخانه و صنعت و فلان داشتیم. اما الان آمدن در مسجد که روز جمعه برای گدایی چادر گدایی رو در مسجد پهن کردن و برای اونها گدایی شده است. این یک واقعیت سروران عزیز. برکت در زندگی اگر بره انسان هیچ و پوچ است. یمحق الله الربا، الله ذوالجلال به صراحت میفرماید که خداوند متعال ربا رو محق و نابود و بی برکت میکنن. و بسیاری شاید سوال بکنن که این آیه متضاد با بسیاری از کسانی که عزت دارن، قصر دارن، نوکر و چاکر و خادم و فلان دارن، تو دنیا خوب دارن زندگی، ماشین آخرین سیستم زیر پاشونه. بیر آقایون باید بگیم که شما وسایل راحتی رو با خود راحتی اشتباه گرفتید. بله ماشین وسیله راحتی است، کارخانه وسیله راحتی است، مبلمان ها وسایل راحتی هستند، کاخ و قصر و ارشد خدمت شما ساختمان های آسمان خراش اینها وسایل راحتی هستند، خود راحتی نیست. و به والله قسم بسیاری از این کسانی که از پول ربا سرمایه جمع کردن کارخانه زدن حتی خواب به چشم اینها در شبها نمیاد. با خودشون استرس دارن که فلان کارخانه با شکست مواجه نشه، فلان چی که من برگشت نخوره، این طرف بده اون طرف بده، و به حدی غرق شدن که به والله قسم حتی مجالی برای نشستن کنار خانواده گیر نمیاد. بسیاری از خانواده اینها من قسم یاد میکنم در منبر رسول الله قرار گرفتم که زنگ زنه فلانی به این شوهرامون بگی بسه، ما بچه ما پدر میخواد نه پول، بچه ما محبت میخواد نه کارخانه، کارخانه که محبت نیست، ماشین که خوشی نمیاره، پول که برای انسان عزت نمیشه، کنار خانواده شبها ماها سالها کنار خانواده نیستن. اینو میگن راحتی. اون وسایل راحتی است اما راحتی نیست. یمحق الله الربا و یربی الصدقات، اما صدقه الله ذوالجلال رو زیاد میکنه، کثیرش میکنه. و بشنوید آیه تکان دهنده رو که الله ذوالجلال چی میفرماید؟ و در ما بقیه من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر شما مؤمنید پس از نزول این آیات باید ربا رو ترک کنید، بذارید کنار. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. بزرگترین و سختترین وعید و عذاب. اگر شما ربا رو ترک نمی کنید پس از امروز به بعد آماده جنگ ما من الله باشید. من الله میام با شما بجنگم، آماده جنگ با رسول الله باشید. من خدا آمدم تو میدان تا با رباخوار بجنگم. آیا میلرزی یا نه؟ قلب تکون نمیخوره. چرا؟ چون که ملوث شدی. وگرنه کسی که با الله جنگ بکنه فان مصیره الی النار، مسیرش مستقیما به سمت جهنمه. این آیه قرآن عظیم الشأن. صحابه رضوان الله علیهم اجمعین، قبیله بنی ثقیف با قبیله بنی مغیره، حضرت خالد و حضرت علی و حضرت عباس، بسیاری قبل از نزول این آیات مراودات و مبادلات بازرگانی با بنی ثقیف داشتن، با قبایل دیگر. بسیاری از پوله هایی را به گردن اونها مونده بود. بعد اینکه آیه ربا نازل شد گفت یا رسول الله، سبحان الله، قربان صحابه بشم که نمونه ایثار، فداکاری و قبولیت. گفتن یا رسول الله ما دیگه از این به بعد ربا نمیخوریم، ولی یک مسئله باقی مونده، پوله هایی که قبلا از ما به گردن اونها هست، ما از اونها پول میخوایم چیکار بکنیم؟ الله ذوالجلال آیه نازل کرد فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. اگر پوله های گذشته رو میخواید پس آماده جنگ با من الله و با رسول محمد صلی الله علیه و سلم باشید. صحابه باز آمدن، اما امت پیغمبر امروز نه، توجیه میکنن، تعویل میکنن. 1% سود، 2% سود. آقایون بگن کارمزد، عجب اسمش عوض کردن. کارمزد یعنی چی؟ تمام مسئولین ادارات بانکی همه پولشون رو و حقوقشون رو از دولت دریافت میکنن. اصلا به این پولی که شما میذارید ربطی نداره. اصلا کارمزد بعدش هم 1% اگر باشه تمام عرض به خدمت شما مسئولین و کسانی کارمندهای بانک رو کفایت میکنه. اما سودها آمده به 10%، 4% و نجسه چه 1 قطره باشه چه 10 قطره تفاوتی نداره. رباست 1% چه 10% فرقی نمیکنه. آیا میشه شما بگه آقا چون که تو غذای من آمد یک مقدار نجاست ریخت این حرام نیست چون که نجاستش کمه؟ همچین چیزی عقل اینو قبول میکنه؟ نجسه تو غذا ریخت تمام هست. و این بدانید که اندیشه جهان غربه.
آمد تا این که در میان کشورهای اسلامی ربا و سود را رایج بکند تا از این طریق غذای حرام را در رگ و پوست و گوشت مسلمانان داخل بکنند و عجین بکنند تا اینکه هرچه الله الله بگن هرگز نتوانند راهی را از پیش ببرند و واقعا موفق شدند. چرا؟ چون که حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه آمد گفت یا رسول الله دعایی بکن که من مستجاب الدعوت بشم. گفت یا سعد به خدا قسم هیچ دعایی قبول نمیشه، شکم تو از لقمه حلال پر کن که اگر یک لقمه حرام تو شکمت آمد تا 40 شبان روز نه یک دعا بلکه هیچ عمل تو پذیرفته نخواهد شد. این حدیث رسول الله است و بسیاری از فتنه ها و بدبختی هایی که امروز در جامعه اسلامی است به خاطر ربا هست. اقبال از ما نخورده باشی. از ربا آخر چه میزاید فتن، کس نداند لذت قرض الحسن. معنی شعر اقبالو که میدونید. از ربا آخر چه میزاید فتن، کز نداند لذت قرض الحسن. از ربا جان تیر دل چون خشت و سنگ. واقعا این رباخوران اینقدر سنگ دلن، اینقدر قسی القلبن که اگر تمام جامعه تباه بشه اونها به فکر پول خودشون هستن و به فکر سودشون هستن. از ربا جان تیر دل چون خشت و سنگ، آدمی در رند بی دندان و چنگ. آی اقبال خدا رحمتت کند، میگه ربا انسان رو درنده میکنه، وحشی بار میاره. رزق خود را از زمین بردن رواست، این متاع بنده و ملک خداست. بنده مؤمن امین حق مالک است، غیر حق هر چیز بینی حالک است. میگه این زمین رو خدا در اختیار تو قراره تا رزق روزی حلال جمع بکنه نه حرام. سر دین در جای دیگر میگه سر دین صدق مقال اکل حلال، خلوت و جلوت تماشای جلال. در ره حق سخت چون الماس زی، در ره دین سخت چون الماس زی. دل به حق بربند و بی وسواس زی. بشنوید احادیث پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم را، آیات زیاده وقت کم من ترجمه بکنم خدمت شما سروران عزیز. اما حدیث اجتنبوا السبع الموبقات، حدیثی که هفته گذشته خوندم 7 چیز مهلک. اول شرک بالله، دوم سحر که هفته گذشته صحبت شد و سومی ربا. ربا و سود مهلک هلاک میکنه انسان رو. حدیث بعدی حدیث خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. کان حضرت فرمودن در شبی خواب دیدم، خواب پیامبر مثل وحیه. خواب پیامبر دروغ نمیگه. فرمود من رو بردن دو تا فرشته جبرئیل و میکائیل علیهم السلام، چیزهای عجیبی دیدم در میان راه تا این که رسیدم به کنار دریای خون، دریایی که موج میزد از خون بندگان. یک نفر در وسط این دریا و در امواج پرتلاطم این دریای خون گرفتاره، غوطه میخوره، خون تو بدنش سرفه میکنه، انسانی که غرق بشه دنبال کسی میگرده که نجاتش بده. هنگامی که چشمش به رسول الله میفته میاد کنار دریا تا اینکه بلکه محمد رسول الله به دادش برسه و دستشو بگیره و از این دریای خونی نجاتش بده. اما فرشته‌ای با هیکل بزرگ کنار دریا ایستاده، به مجرد اینکه به کنار دریا میاد سنگ بسیار بزرگی بر دهانش میکوبد که 40 متر در عمق این دریای خونین فرو میره. رسول الله مضطرب شد گفت یا جبرئیل این کیه؟ گفت این رباخوران امت رسول الله. و فرمودم لما عرج بی در شب معراج، لما انتهینا الى السماء السابعه، وقتی به آسمان هفتم رسیدیم، نظرت فوق رأسی، بالای سرمو نگاه کردم، فاذا بیتون فاذا رجال، دیدم مردانی شکمونها مانند خانه، فی الحیات و العقارب، عقربها و مارها تو شکمشون داره نیششون میزنن، فریاد میکشن. همین که چشمشون به رسول الله افتاد گفتن یا محمدا به داد ما برس، بیا فکر ما رو بکن، شفاعت ما رو بکن. گفتم من هؤلاء یا جبرئیل،
جبرئیل ها کیانی که منو دارن صدا میکنن؟ قال هؤلاء اکلة الربا من امت محمد صلی الله علیه و سلم. جبرئیل اینا کیان؟ گفت یا رسول الله اینها ربا خاران امت محمد. اشنوید حدیث تکانده دهیه رو که فرمود الربا 70 بابا ادناها کالذی یقع علی امه، رواه ابن ماجه. یکی از صحای 6 روایتش کرده که ربا 70 وبال و گناه داره. کوچکترین گناهش مثل اینه که انسان با مادرش زنا بکنه. حدیث صحیح است. و فکر میکنم برای امت پیغمبر که امروز اینقدر پس شدن، زنای با مادر هم برای اونها اهمیتی نداره. وگرنه کسی که مسلمان باشه این حدیث باید از امروز به بعد اونو دیوانه کنه. زنا ربا 70 وبال و گناه، در روایت 73 شاخه داره. کوچکترینش مثل اینه که با مادر خودش زنا بکنه. و فرمودند لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم آکل الربا، رسول خدا ربا خار را و کسی که ربا میگیره هر دو تا رو لعنت کرده. شاهدین ربا رو لعنت کرده، کسی که شاهد باشه. نویسنده ربا رو لعنت کرده. و فرمودن اربع حق علی الله الا یدخلهم الجنه، 4 گروه است که خدا به ذمه‌اش فرض کرده که اینها رو وارد بهش نکنه. کیه 4 گروه؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که الله عزوجل به ذمه‌اش گرفته که اینها رو وارد بهش نکنه مگر اینکه توبه بکنن. 1 مدمن الخمر، کسی که همیشه شراب میخوره. و دوم آکل الربا، کسی که ربا میخوره. کجایید سروران عزیز؟ احادیث پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که فرمودند لیأتین علی الناس زمان، اول خوندم که زمانی بر مردم میاد که لا یبقى منهم احد الا آکل الربا، هیچ کس باقی نمیماند مگر اینکه ربا رو میخوره. و رباخوار مطمئن باشید که نه در این دنیا روی فلاح و رستگاری رو میبینه، نه در آخرت که به جای خودش به این دنیا هم من از کردم تجارب ثابت نموده است. اما امروز پیرمرد نمازخوان ما، جوان نمازخوان ما میگی نمیشه، بدون ربا زندگی نمیگردد، چرخ زندگی حرکت نمیکنه، چرخ اقتصاد از کار میفته. اینا همه اون اراجیفی است که جهان غرب به ما تزریق کردن. وگرنه اگر اعتماد باشه، حلال خوری باشه، قرض الحسنه چه بهتر. و شما داستان حبیب عجمی رو شنیدید، من نمیخوام بگم. اون حبیب سودخوار، حبیب عجمی، اون کسی که همیشه کارش سودخواری و رباخواری بود، آمد از یک مردی پول ربای خودش رو گرفت، سود گرفت، برد به خانهش، گفت خانم اینها رو غذا درست بکن. هنگام خوردن غذا که آمد سر سفره بنشینه، گفت برو فوراً غذا رو بیار. وقتی که رفت سر دیگ رو باز کرد، دید گوشت و برنج بوده، تبدیل شده به خون تمام سیاه. جیغ کشید زن حبیب، گفت ای حبیب، خدا در این دنیا جزای ما رو اینطوری داد که سودخوار غذاش مثل خونه، در این دنیا جلوی چشم ما کرد، در آخرت پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم چطور مشهور بشیم؟ پیش الله عزوجلال با چه روی حرکت بکنیم و اونجا حاضر بشیم؟ و اونجا شما شنیدید که آمد که بره توبه بکنه. بچه های کوچک 5-6 ساله همین که چشمشان به حبیب افتاد، گفت بچه ها، کودکان، طفل معصومن، از عذاب خبر ندارن، فرشته ها تو مغزشون تزریق کرد که بگید بچه ها فرار کنید که حبیب سودخوار می آید، مبادا گرد و غبار او بر بدن ما بچه ها بنشیند و خدا ما رو وارد جهنم کنه. الله اکبر. بچه ها می ترسیدن که گرد و غبار یه رباخوار به بدنشون بشینه، خدا اونها رو به جهنم ببرد. خوشا به حال اون بچه ها و ایمان اونها، و کاش خدا شمه از ایمان اونها به جوانان بزرگ ما و پیرمردا و بزرگ سالان ما میدادن که ربا میخورن باز بیان صف نمازم میشینن.
و بعد دعا میکنه الله الله خدایا چرا دعای ما رو قبول نمیکنی؟ بله الله عزوجل خودش در حدیث قدسی میفرماد ثم ذکر الرجل اشعث اغبر یمد یدیه الى السماء یا رب یا رب فمطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و قضی بالحرام فانا یستجاب له. کسی که بلند میشه میاد دعا میکنه الله الله میگه اما تمام بدنش با حرام تغذیه شده، با حرام بزرگ شده، پوشاکش از حرام، غذاش حرام، بچه خردسال است که شیر مادر رو بهش میده اون شیر قطره رباست که در دهان فرزند قرار میگیره. فانا یستجاب له. چطور خدا میگه من به داد شما برسم؟ بله. چطور مشکلات شما رو حل بکنم؟ سروران عزیز مسئله ربا مسئله گسترده است، وقت من گذشت، اما فقط بخوام این نکته رو بگم که فروعات اون رو بیاد از علما سوال بکنید، ولی اصولش رو خدمت شما سروران عرض کردم که پول اگر بدید به بانک بگذارید چه پول بالا بیاره، چه جایزه‌ای به شما بیفته، به هیچ عنوان چه خود دولت به شما بخواد پولی رو اضافه بده هرگز حلال نیست. و متاسفانه من متاسفم از نظام اسلامی امروز در همه کشورهای اسلامی و حتی در ایران ما که امروز حجاجی که برای حج پول ثبت نام میکنن و پول واریز میکنن هنگامی که میخوان به مکه برن متاسفانه اینجا هم به سر پول اینها ربا و سود میاد. ما حداقل میگفتیم هر کس تو دنیا هر گناهی بکنه به مکه بره بلکه شسته بشه، ولی چه بکنیم که امروز مکه ما هم حرام شد، مکه رو هم با ربا و با سود عجین کردن. های مردم شما نگیرید در مذهب ما حرامه حرامه حرام و گویا که با مادرش زنا کرده هر کس میخواد باشه. این واقعیت، من نمیگم. رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث ابن ماجه یکی از صحاح سته شما و بسیاری از کتب دیگر و لعنت کرده رسول الله کسی که ملعونه و مکه کجا میره که در بیرون چه کردی که برون خانه آی، تو در بیرون خانه چقدر خودتو نجس کردی، با نجاست میاد تو خانه خدا و بعد دور خانه طواف میکنی 7 اشواط که خدا تو رو ببخشه بچه تو صالح بکنه. نه، کور خوندی. پس بیایین سروران عزیز از امروز به بعد از ما رو جزم کنیم. به خدا قسم اگر این روند ادامه داشته باشد آتش معصیت همه رو فرا خواهد گرفت. این بدبختی تمام دنیا رو گرفته. بیاییم ما مردم مستمن ضعیف باشد همینقدر ضعیف باشیم، به خدا قسم ارزششو داره. از اینکه روز قیامت خدا میداند عقرب و مار و گرگ پیش رسول الله الله اکبر اونجا حاضر بشیم خدایا خودت رحم کن. از اینکه بیام روز قیامت در محضر رسول الله اونطوری که در شب معراج دیدن بیایم خدای نکرده مار باشیم به جون خود ما تو همین دنیا مار و زهر مار بخوریم بهتر از این ربا. تو خانه خودمان بشینیم به همین اندک خودمان قناعت بکنیم که بر توکل گر بود پیروزیت حق دهد مانند مرغان روزیت. به خدا قسم اگر بر توکل باشی الله عزوجل مانند مرغان روزی تو رو میده. ولی چه بکنیم امروز ما فقط به بازوی خودمان مینازیم، به عقل ما مینازیم، به فکر و رباخاری و سودخاری خودمان مینازیم. امیدواریم خدای پاک در این روز جمعه دعا بکنید از صدق دل دوستان و سروران عزیز. اگرچه که متاسفانه عرض کردم همون حدیث رسول الله که فرمودن لیأتین علی الناس زمانون، بر مردم زمانی میاد که همشون ربا میخورن و اگر خیر خودش حفاظت بکنه بازم بخار و غبار ربا بهش میرسه. متاسفانه امروز همون زمان شده است، ولی بازم دعا بکنیم از ما رو جذب بکنیم. پروردگارا این معضل ضمیم اجتماعی رو از میان جامعه ما بردار. پروردگارا ما رو حفاظت بفرما، سودخواران امت رسول الله رو هدایت بفرما، توبه نصیب بفرما. ای الله کسانی که باعث ترویج ربا هستند هدایتشون بفرما، اگر قابل هدایت نیستن ریشه ایشون را بکن. این کسانی که از بالاخره کشورهای غربی آب میخورن متاسفانه زهر میخورن و این فرهنگ رباخواری رو در کشورهای اسلامی ترویج دادن، خدای ریشه اونها را بکن. همه ما را مسلمانان حلال خور واقعی بگردان. پروردگار تجارات ما را، مبادلات بازرگانی ما را حلال بفرما. جوانان ما را از این معضل شوم حفاظت بفرما. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله